تلفن استفاده برده است به تلفن ما میگفتم همه خیل زنگ زنید که مقصد این تلفن من اینقدر استفاده بردم بیام من مبلغش فرستونم یا اینکه خودش فرستونم گوییم خیلی استفاده بردم به چی میشد یعنی ناعدالتی میشد بیام من پولش فرستونم دیگر تلفن خرگویی چی میگه اگر گفت که نه برادر من وای همون وقتی که دادم بخشیدم گفت نه فرستونید رحمت کلامتون. بعد مسئله که یگان برادر یا یگان شخص یگان چیز دادگی لیکن از خاطرش برآمدگی برای همون چیز ما پرسیده میشم یا نه؟ بله بهترش که اگر برای وقتی موقتا ما استفاده برگرفته داده باشد و شما باید برگردون، لیکن اگر فراموش کرده باشد یا فراموش نکرده برای گفتن شرم می‌دارد. به هر حال شما همون چیزات بنده موندگی چیکار کنم گفته خودش باید بپرسیم من فرستونم گفته باید زنگ زنید. مال مالک اساس اصلش